الهی با امید تو. خدا بزنه. برنامه اینجا آبادی به روستایی سفر میکنیم از توابع شهرستان فراهان. فاصله این روستا تا شهر فرمین حدود 18 کیلومتر و تا شهر عراق حدود 60 کیلومتر. بیش از 1200 نفر در این روستا ساکنند که به شغل کشاورزی و دامپروری مشغولند. میخوام بریم داخل این روستا تا با مردمان خوب این روستا بیشتر آشنا بشیم. به روستای فشک خوش اومدید. بردتون شای آلما بار نموار پرتغال بار الا آلما بار روحش نمیدیو خیلی آلما یاختو چی من الان محمده دیارم جلوی در هم زدال و انار پرتغال نمیدانم آلما کن کم بارین دیگه نه هش نمیدیو آلما زد باردو آلما بار روحش نیافتو کم دم الان محمده دیارم جلوی در آلو گلو محمد شاید خانه آمد بار بی مقدار آلمای خیار رو دنده بسد برای نمده سلام چی میخوا بابا؟ قرآن زیاد بارمز دو چرا داد میهمان دعوت کردی امشب؟ کار دارم من برو برای من بخر بیاد دیگه آبرو من نره بابا چی میخوای بخرم الان؟ برو همه چی هست هندوانه هست به هر چی دیدی بخر بیار نه خدا رو کشمش پاک میکنه دیگه اون بسته مگه بس نیست بابا اون کمه اون نیم کیلو کشمش برای این همه جمعیت چیه چه خبره خب چی کشمشو بخرم 1-2 کیلو بگی بخر بیار دیگه پولشو من میدم دیگه چشم کی از شما پول خواست عزیز دلم ناراحت نباش خودم پولشو میدم برو چشم خواهش میکنم نه میوه چی داری خونه میوه آلمانه فقط سیب پس پرتقال بگیرم خب دیگه خدمت کارزم کشمش میگیرم تا حالا دیگه زحمت نکشم اینو پاک کن بعد انارم اگر داشت میگیرم خوبه پس تو کرسی رو داغ کن تا من بیام رو کرسی من از قچکل خب تا من بیام حالا میام میرم میگیرم میگم بابا این 4 تا گوسفندم بفروش راحت چیم بره محمد جان ببینیم بابا کی چرانده تمام میوه‌اش ریخته زمین برگاشو خورده چراندن خواهر ببینیم کیه چوپونا کی هستن الان ببین کیه نه اینو پیدا کن ببین چی الان چوپونا کیان تو آبادی
اینجا هستن ولی الان ندیدیم. ببین کیه. حالا من برم اگه رفتم بیابون علی رو دیدم ازش میپرسم ببینم کی بوده چرونده. تحقیقات کنه ببینیم کیه، یکشو بگیریم دیگه. خب حالا میگن چروندنش خب بد نیست. بد نیست که دیگه تمام اون برگاشو میخوره دیگه، سال دیگه بار نمیده. بله باشه اونم میپرسم. برو چشمم. تو ناراحت نباش. نه. اون گوسفندارم ولش کن، من خودم میام براش کار میریزم. الان می‌خواستی چیکار کنی اینو برداشتی؟ میخوام بریم یه انبار یه کار ما داریم گندم اینا بریم. آره خب باشه من برم اون میبره بخرم و بیام. دست در نکنم من حتما منتظریم ها. باشه چشم بابا جان، چشم عزیزم. خداحافظ. خوب ریزن چیشی هم ند ریز برداشتن چیدنشون. نه اینا جدا کردن. خوب باشه برم. خداشو میبرم. خوب باشه برم. سلام. خانم خوبی؟ یاخشن. ساقل. نه میتونی اصلا نمیتونی. اینا ریزه که ما امشب میهمان داریم. شیرینن در واقع. خیلی شیرینه. عین قند. چند نارنگی پاک نارنگی الان؟ 12 چند نارنگی؟ 12 تومن. گرون نمیدی؟ ها؟ جانه میگم گرون نمیدی؟ گرون میدون گرون. میدون گرونه. اینا رو از کدام میدون میخرید؟ دربار عراق. از عراق میاری؟ بله میدون دربار. خب اینو بکش بینم از چه؟ قابل دار نیست. نه والله میمونه بابا زنده باش. نه والله نمیگی. سلام. نه بابا بکش برادر بکش. حالا 20 تومن. 20 تومن. اینم 20 تومن قابل دار نیست. زنده باشی قربون برم. سلامت باشی. قرار یاد نمیاری. خسته نباشی. حالا چطوری؟ حالا خوبه؟ سلامتی؟ امسال آونگ انداختی کشمش داری یا نه؟ خب چرا؟ انگور نبود به خاطر نبود انگور. الان خودت آمدی اینجا کشمش بخری. خب به سلامتی. دست شما هم درد نکنه. استاد جان چه خبر؟ خوبی عمو جان؟ کیلو چند گفتی کشمش رو؟ این کشمش کجاه؟ این مال یعنی آها به این اندازه‌شو میدونه خودش دیگه. خب حساب دفتری هم داری حاجی؟ نه اصلا کمیجانی کل و اجمعی نقد کاره. فقط نقد کار میکنه. خب دست درد نکنه. بفرما عمو جان بفرما. فقط شما همین آجیل و اینا میاری یا اینکه چیزای دیگه هم میاری؟ 6 ماه اول خب کفشینا دمپایینا رو 6 ماه دوم. آها یعنی کاسبی رو بر اساس فصل عوضش میکنی. 1328 درست شد. آره خودش یاخچه.
چطوری؟ حالت خوبه؟ خوب پولا رو میاری بذاری بانک‌ها. چیکار کنیم؟ نمیشه خونه نگه داری. آفرین. خدا ان شاءالله بیشتر بسه. سلامت باشی. زنده باشی ان شاءالله. خانم خوشحال شدم. سلامت. شاکریم ماجری رو. ماجری آقا چطوری؟ خوبی برادر؟ این دستچه که من اومد. بله یه چند روزی آماده است نیومد. دست در من خودم چند روز آخه درگیر عراق این طرف اون طرف پول کار داشتم. شاکرتم. زنده باشی. بعد دست شکر ما بگیریم. الان از اون دستچه قدیمیه من تقریبا 6 تا برگ دیگه دارم. دستچه قدیمی الان جوریه که نمیشه بخوابونی به حساب، فقط باید بره خود بانک پاس بشه، یعنی از پست بانک هر شهری باشه پاس میشه، اما نمیتونی ببری از این سیستم جدید. نه از فقط چکای جدید اونجوریه. یعنی الان اگه من اون 6 تا برگ رو باید اگه میخوام پول چیزی بگیرم باید بری از پست بانک هر شهری که یا روستایی باشه، فقط باید باجه خود پست بانک باشه. نمیشه مثلا بریم ما باجه مثلا ملی نمیتونی بری بانک ملی اینو بخوابونی به حساب. قبول نمیکنه. پس این دسته تا الان به نظرت من بگیرم یا اون 6 تا برگ رو خرجش کنم مصرف کنم بعد بیام؟ میتونی. نه اینم میتونم بدی، مشکل نداره، فرقی نمیکنه. خب دست درد نکنه. یه وامی قرار بود که صحبت کردیم با هم دیگه. آره یه کارت ملی تو بده، یه حسابتو نگاه کنم. کارت ملی من همراه نیست که. کد ملی. خب کد ملی میگم بزن 544 بله 9886659. بله حسابتون هم خوب کار کرد. خب اینو وام شما ضامنش اینا چه جوری راسته میشه؟ چقدر وام میخوای؟ الان با این حساب میتونیم بهتون یه 100 میلیون بدیم. 100 تومن پس میتونم. ما قسطاش پرداختش چه جوریه؟ هم ماهیانه است هم یک سالی اجازه. سودش چون شما چون مشتری بانک هستی تو الان احتیاج داری، چون مشتری خود مایید. درست شما را. حالا کسایی هستن که میان 3 ماه حساب پول میخوابونن و اونا که چون برمیدارن میرن با ما دیگه اونا مشتری، اما شما چون الان 10 سالت با این بانک حساب دارید کار میکنید. چشم شما بیاید با 2 تا ضامن در خدمت. همینجا اگه ضامن یکیش کشاورز باشه یکیش کارمند باشه مشکل نداره. اون وقت مدارک ضمانتی کشاورزا چیه؟ یه دفترچه کشاورزا یه دفترچه دامداری هم دارن بیشتر. اون دفترچه دامداری کفایت میکنه برای ضمانت. خب تا 100 تومن پس ما میتونیم اینجا از شما وام میتونید الان قسطی هم بدیم، میتونید یه جا هم بدیم. یعنی جعاله و این داستانا میشه دیگه. خب دست در نکنه. بعد وامای دیگه پست بانک چیه؟ یه دونه وام همین مشارکت مدنی داره، 1 ساله اجرا، یه دونه هم قسطی داره، 3 ساله داره، 4 ساله، 5 ساله، یه دونه هم در نیکان داره که اونا الان فعلا غیر فعال. هم یه فصل خاصی مثلا اون طرح نیکان باز میشه. بعد فکر کنم مبلغش هم محدوده. 10 میلیونه. بیشتر از 10 میلیون. بیشتر از 10 میلیون. بعد تو باجه‌های روستایی اینجوریه یعنی که مثلا باجه‌های اصلی هم اون 10 میلیون روستایی. فقط باجه‌های روستایی. دست در نکنید. قربونت برم. خداحافظ. بس اون دسته کار نگاه کن. بذار من اون 6 برگ رو خرج کنم. بعد میام این دسته رو میبرم. تو حالا اینو ببرم اضافه است خونه میخوام بذارم. خدا نگهدار. حالا برید خداحافظ. شاپلونه یا پشت روی هستم که زادنی الان پیتسرمز بیشتر سالی هم داشت ولفس بله یالله سلام خسته نباشی بابا چه گلایی شاکریم زهر خانم چطوری؟ لبخند بزن لبخندش قشنگه. چطوری آقا؟ حالت خوبه؟ اون هفته مهمونی خونه ما بود گلایه کردی گفتی من دعوت نکردم. خب آقای احمد آقا شما شاهد باش، حسین آقا سنم شاهد باش. خب ابوالفضل جان امشب مهمونی دوباره بیا خونه ما، در خدمتی. چطوری؟ حالت خوبه؟ کار جدید زدی؟ آره
چیه اینا فقط کتونی پسرونه؟ بعد اینجا پسکاری و پیشه و همش کار خود انجام میشه. از 0 تا 100ش. بعد جنس کجا فروش میره؟ تهران. الان بازاری داره یا نه؟ فعلا نه. فعلا نه، یعنی چی خب الان زمستانی بخرن خب دیگه الان بازار بعد پوتین یه تقریبا یه هفته 2 هفته شل میشه خب تا راه بیفته برای شب عید. برای اینا الان این برای بازار شب عیده. بعد شما فقط بچگانه میدوزی یعنی که نه بزرگسالم کار کنه. الان چند سال این کارو میکنی ابوالفضل؟ من الان 14 سال 15 سال کف باشم. به سلامتی. بعد الان شورای آبادی هم هستی، چجور به اون کار میرسی پس؟ یه 2-3 نفریم میرسیم دیگه. کمک میکنن. آره. پس یکی از اعضای شورا هم که هستی اونجا هم کارو تعطیل نکرد. الان این کوچال ما هم خواهم اونجا کندیتون و معلوم نمیخواد چی بشه. این شبکه آره شبکه این کی کارش تموم میشه؟ هنوز خب یه قسمتش انجام داده پیمانکار الان دنبال بیل مکانیکی سنگی نمیشه دیگه. آره اینجا خب این کمر کو هم هست به خاطر اون داستانه. خب ان شاءالله که زودتر درست بشه، حداقل گل و شل دیگه نشه بخوام بریم رفت آمد کنیم. این کفشایی که الان میدوزید طرح و الگوشو به شما میدن یا اینکه نه خودتون طراحی میکنید؟ یعنی خودتون طراحیش میکنید، جنس و برش میزنید تو شروع کنید به کار کردن. آره دیگه برشش هم با تیغ میکنید، خب پرس برش میزنید چون با دست نمیشه. یعنی کامل همه چیز دیگه الان یه ذره پیشرفته تر شده نسبت به گذشته. بعد چند نفر الان تو این کارگاه شما مشغول کارن؟ الان اینجا 5 نفر 6 نفره. خب خانم کار میکنه. یعنی 8 نفر اشتغال زایی هم انجام شده. اینطوری نیست که مثلا فصل‌های مختلف تعطیل بشه؟ چرا؟ ما فصل تابستونی داریم کار میکنیم. خب مثلا دور و بر برج 2 و 3 دوباره فصل مدارس شروع میشه 4 و 5. پس این یه وقفه کاری تو همه فصل سال شما داری. بعدش پوتین بازاره. برج 7 تا 8 شروع میشه. باز 7 تا 8 و 9 یه هفته 2 هفته تعطیل میشه. بعد برای شب عید. الان برای شب. الان راضی از این کار یا نه؟ قانت میکنه یا نه؟ کار باشه آره. کار باشه حمایت کنن آره. حمایت مثلا چی؟ از نظر وام و اینا. یعنی تحصیلات میخواد، نیاز داره. حالا اگه این کارگاه رو حتما توسعه بدیم بیشتر جوونا رو میتونی بیاری سر کار. چرخ 2 سوزن اومده، مثلا بخواید دوره روزی میگن نداریم. درسته. باید وام باشه بخری، اینا پول نیست. اون وقت لیزر میخواد برای برشش که دقیق‌تر و زودتر و کاملتر بشه. اینا خب تحصیلات مواد اولیه هم خود دائما در نوسانه. هی قیمت پایین و بالا میشه و تصویر نداره. اون هفته قبل 1400 بوده، الان 1600 شده. یعنی چسب فرنگی یه چیزی در حدود 200,000 تومان 200,000 تومان اضافه گرونتر شده. چند تا کارگاه دیگه تولیدی توی فشک ما داریم تولیدی کفش؟ الان ما 10 تا داریم. همشون بچه‌گانه دوزن یا ما بچگونه دوزیم؟ یعنی اینجور نیست مثلا زنان و مردان و این داستان. خب دست در نکنه. پس یادت نره امشب خونه ما شب نشینیه. دوست داشتی زهرا خانومم بیا در خدمتش. سالم باشی. خداحافظ. شاکریم همین جان. شاکریم همین. خداحافظ. شما خداحافظ. من 100 میلیون پول دارم، میخوام گوسفند بخرم. 200 میلیون پول داری، 100 میلیون گوسفندی دونه 15 میلیون 16 میلیون الان با بره. براش بزرگه؟ براش هم بد نیستن. آره براش هم تقریبا 15 کیلو 10 کیلو هست. همینطور رو هم دیگه هست. میشون بعد جوونه؟ میشون جوونه. پیر نیستن که؟ پیر میشه اصلا به درد نمیخوره. پیر میشه نگرد. الله سلام علیکم. شاکرین باشه القاسم. بشین راحت باش. چطوری؟ همون چه خبر؟ حالت خوبه؟ سلامتی شما؟ حالت خوبه؟ خودت خوبی؟ سلام برم. همون چه خبر؟ سلامتی. گوسفند چجوریه وضعیت قیمتیش؟ گوسفند بد نیست، خوبه. امسال خوب بوده. امسال خوبه. پارسال خیلی چند سال خوب میگفتم بیابونم نبوده و گوسفند خوبه. بیابانم خوب بود.
یعنی ما چند ساله که ضرر میدیم. ضرر گوسفند رو میدی داری؟ خب چرا دلیلش چی بوده؟ دلیلش اینه که گوسفند ارزان بود. قیمتش خرج گرونه، گوسفند ارزان بوده. امسال بد نیست، از سالهای قبل بد نیست الان قیمت. ولی علوفه چی اومد وضعیت؟ علوفه یونجه گرونه، یونجه کیلو 4 تومن. الان شما گوسفندتون باید آبادی باشه که متاسفانه ما این سال ما فعلا بیابونی. الان آبادی باشه چون برف بارون نیومده، الان بیابونه. یعنی الان علوفه زمستونشون آماده کردی؟ همه چیز آماده. یعنی خریدیشو؟ یونجه و نمیدونم جو و نون خشک و از همه چیز، از کا بگیر تا بالا همه. بعد الان چجوری گوسفند داره میارید بیرون؟ شوکرید یعنی که نفهمید چرا؟ شوکر نیستیم، تا تقریبا 20 روز تا 20 روز شوکر بودیم. الان فقط گوسفند. الان شبا میریم آبادی روزا میاریم بیرون. یعنی گوسفند هر چی که بیابون بره خوبه. یعنی آره دیگه هرچی راه بره از نظر رفتنش گوشت آوردنش بهتره. آقا تو برف هم بره خوبه. آره بره آقا یک دور بزنه آب بخوره برگرد آبادی. الان خودت چند تا گوسفند داری؟ من الان 100 تا. 100 تا. بله. بعد نسبت به سالهای گذشته چیزی ازش فروختی یا اینکه نه اضافهش کردی؟ الان هم اضافه کردم هم فروختم. یعنی هر الان پیر میرش آب میفروشم. درسته. بره مراش هم بستم به جا که برای تا عید. از الان برای عید برا چند کیلو میشه برا میفروشیش؟ آقا 60 کیلو 70 کیلو 50 کیلو مونده بره بره که آقا چه جور عمل بیاد. یه خرج چیزی خورده باشه. چی خورده باشه. آره. بعد الان شما گوسفندی که اینجا نگه می‌دارید نژاد محلیه یا نژاد محلی؟ اسم خاصی نداره اینا؟ نه این اسم خاصی مثلا مهربانی، افشاری، این داستانا؟ نه نداریم. اما محلی. اما خودتون میگید مثلا محلی فش. محلی فش داره. تو روستای فش ما چقدر گوسفند داریم؟ ما الان 2500 تا گوسفند داریم. قبلا 6000 تا گوسفند داشتیم. پارسال از پارسال به اون پیارسالو آقا این شده الان 2500 ارزون که شد. آقا گوسفند یکی 2 میلیون تومان فروختیم، 1 میلیون فروختیم. الان شده جفتی چقدر؟ الان جفتی شده 30 میلیون. 30 میلیون هم بالا شد. 30 میلیون یعنی 15 تومن. کیه چوپان دلان؟ علی چوپان ثابته؟ آره یا اینکه اینا خودش گوسفند داره؟ اون هم گوسفند داره. آقا گوسفندی دونه 350 تومن مزد میدیم سالانه. آره. خب بغلش همیشه هستیم ما خودمون. یعنی یه کمکی هم داره. کمکی دائما داره شب روز داره. یعنی الان پستاچی‌ها چه جوریه؟ الان پستاچی من پستاچیه. میدونم چند تا گوسفندی یه روزه؟ آقا هر 10 گوسفند یه روزه. 10 گوسفندی یه روز. یعنی شما 10 روز باید در ماهش بیا گله. آره. بعد همه رو خودت میای یعنی که کارگری چه از کسی میگیری؟ همه رو خودم میام. اصلا من چون که علاقه دارم. خودت هم علاقه داری به خاطر من این چای آتشی را ببین خیلی علاقه دارم. منم خیلی دوست دارم. اگه چای تام حاضر باشه چایی هم میخورم. چای هم حاضره. کو هم که برام همیشه تابستون کو هستم. به سلامتی شد. میرم بالای کو. چای آتشی رو اونجا روشن میکنم. نگاه میکنم به فراهان. به به کیفش میبری. این چیزایی که سر صدا میکنم چیه کفگاه و نمیدونم خیلی خوشحالم. پس تو عاشق طبیعتی من عاشق طبیعتم. خدا ان شاء الله نگهدارت باشه. حالا من امروز از اینجا داشتم گذر میکردم میخواستم برم این باغ اون پایینی. خب این باغ پایینی ما رو آخرای پاییز یک بچه‌ها چوپونا چرونده. بله. حالا میخواستم ببینم کدوماشون بودن که آقا ما این دشت رو خریده بودیم چروندی. شما که خریدید میدونم اون رو خبر دارم. گفتم یک بچهای چوپونا چرونده. یه سری مو داشتیم بابام خیلی اعتراض داشت نسبت به این موها. میگم کی ورده چرونده گفتم حالا پرسجو کنم ببینم اینجوری بوده یا نبوده. والا هست الان قبلا خیلی زیاد الان دیگه البته فصل انگورش نبوده. بعد از انگورش بعد از انگور که ما میچرونیم. واسه چروندن عیبی نداره پس. نداره. نه. پس بابام علکی ناراحت شده. اتفاقا باغ الان بچرونی. خب باغ سال آینده خوب میشه. هم انگورش خوب میشه هم اون پیشکار که این داره. اون پیشکار را گوسفند تمام میخوره. پس به نفعش شده باید یه پولم بدیم بهش. اون به نفعشه باید یه پولم بهش بدیم بابا. ما اشتباه کردیم. این علف ملواشو گوسفند جمع میکنه برای بیلیش خوبه. بیل زدنش خوبه. اونا خود نه شما چای دست در نکنه. قربونت برم. پس مشکلی از نظر
نظر چیز نداره، از نظر چروندن هیچ اشکالی نداره. ناراحتی بابای ما بیخودکی بوده. آقا ابوالقاسم بعضی وقتا یه نیش آوازی میزدی. خوبه امروز دیگه استعداد در نمیاد. بخون بریم یالا بسم الله. با باغ گیر مرم با باغ ده بالوار با باغ ده بالوار اوزینه نف مرم اوزین ده خالوار اوزین ده خالوار من سنه آل مرم از من یالوار از من یالوار ای باید این من نازیاد این من آخ باید این من سلام من دیدم بلاره ایشلیو با سیمان کالدوغ بلاره گلمیشو حساب لمجم که آقای محمودی آقای سمدیان بلاره دیگه دو به حساب لرم برم بهبله چوخه باقو الان سعین دیگه حسارین سیمان کالدوغن لیگو آقای ریشنگرو بلاره فعلا پلومی زیو دیگه بلا کاله دوباره سرم خیال یالان اولا جادا بیدالان یه تیل بایی سر غایر میشو دیوارن الان بگن الان من قربون مسدم زادالم میشم شکم المزه دا دیوارن چک میشه الحمدلله الان سیمان دا چک میشه الان یعنی هر تو فکر لیه bu qishda bir jur deyilgan bu qoplarni nasux الان سعید من گیرم مریضخانه قاپلرمی داشت براقا کیم اوغری علگه دیسارمده iki tane davarımız var gale onlar da çağıta gider mecburen gale her yerde de tofan getiren bu qoplarni biz mizarlar divarımızı takmiriler bir onlar da çarşı hesap kitabımızı verdiler onlar da gayrı uğradı به هر حال باید اینا درست بشه چشم اونا هم درست میکنیم به سامان دادن یالله باشه عرفز بله بفرمایید سلام اجازه است بفرمایید چرا این فرشات من انداخته پس شستی ها بله فرشات مشغول بنایی ها سلام بنایی حسابی چطوری حال خوبی سلامت انشالله حوالت خوبه یه ذره هوا سرد ما میخوایم طرف بخاری باشیم چطوری برادر خوب هستی حالت خوبه حالا چیکار میکنی مشغول قالی بافی به سلامتی انشالله این حساب کتاب ما چجور شد داستان همین الان با آجخانم زهرا خانم داشتیم سر شما دعوامون بود چرا دعوا ما خود در خدمتتیم فعلا دیر کردی شما به حساب دیگه ما مال فروختیم باید اون مال پولش جمع کنیم بالاخره ما هم گرفتن ما مخلصم هستیم چند ساعت برای ما شخص زدی برای شما تقریبا 50 ساعت 50 ساعت چقدر میشه پولش 50 تا تقریبا 7 تومن 7 میلیون تومان مخلصم هستم نگاه کن الان شماره کارتتو میدی من با این اینترنت بانکم برات کارت به کارت میکنم با خیال راحت خوب شد دست شما درد نکنه چشم شماره فکر کنم شماره کارتت هم دارم صبر کن از اینجا بزنم آها چشم اینو من الان برات واریز میکنم برو چشم خاله چه خبر؟ مبارک باشه خونه‌رم بنایی کردی خیلی خوب و عالی شده ببین همش میگه قول میزنه ببین خدا رسوندش آره دیگه احمدی اومد دیگه از این ور یه خیالم راحت حالا ان شاء الله بقیه‌اش هم اون آقای محمودیرم که فرمودی بودی دوست منه چون همسایه زمینه اونه دیگه بله. بعد اونم چشم من اگر چیز شد امشب بهش میگم و انتقال میده پول تو برات خیالت راحت باشد خیلی اینم 70 میلیون ریال انتقال بله اینم شماره بانکیمه بفرما آقا این 7 میلیون تومان به حسابه حالا بخوای بنایی کنی بکن خواهی هر کاری که انجام بدی دیگه میتونی حالا این فرشت اون فرش بزرگا دیگه نمیوافی زدی تو به تابلو فرش داستان چیه دیگه زیاد طرف اون فرشا نمیرم چرا مشتری نداری یعنی مشتری ندارم بعد زیادم اصلا چیز نیست ولی الان تابلو فرشا قیمتاش مناسبه بعد این الان از اون تابلو فرشای قدیمیه
درست از این کد بافیا نیست؟ نه کد بافی نیست، اون بالایی که بافتم کد بافی. اون بالایی رو خودت بافتی؟ باریکلا چه قشنگم است، آفرین. این نقشش چی الان؟ نقشش عقابه. خب اون از این نقش قدیمی‌ها یا اینکه نه دادید جدید کشیده برام؟ نه از اون نقشای قدیمی‌ها هستن. اینا همون تابلو فرشیه که با نقشای قدیمی. بعد این نقشایی که الان شما میبافید این چند متری میشه؟ چه اندازش چه ابعادی میشه؟ اندازه‌اش تقریبا 1 متر در نیم. 1 متر و نیم میشه. 1 متر و نیم در 1 متر. بله. بعد برای تابلو دیگه. برای تابلو. این چرا بومشو فقط آبی گرفتی همشو؟ زمینش آبیه به خاطر اینکه خب چیز دیگه رو درخته. نقش آسمونه در واقع. نقش آسمونه بله. الان تو روستای فشک دیگه کسی قالی میبافه مثل قدیم یا نه؟ 2-3 نفر هستن به خاطر اینکه بیمه هستن میبافن. یعنی اون به خاطر بیمه قالی بافیشون میبافن. بیمه قالی بافی وگرنه بقیه اکثر الان چند نفر هستن همون در چیزی که تابلو فرش میبافن. الان اینا تو بازار چه قیمتی دارن؟ اینا الان خودم این قابا رو که دادم پسرم خودش قاب میکنه همون موقع که داده بود 50 تومن چیز میکرد. گفت ماما 5 میلیون میخوام. 5 میلیون تومن. اون تابلو رو. بله. اینو وقت چند؟ اینا گفته بود 8 تومن. پس از نظر قیمت این قیمتش اونا بزرگتره. هم بزرگتر هم میگن این چون بافتش قدیمی حساب میشه قیمت بالاتری داره. اجازه بدید در مورد این نوع تابلو فرش صحبتی داشته باشیم. عزیزانی که رفتن آموزش دیدن و این تابلو فرش‌های در واقع کد بافی رو دارن میبافن خیلی خوبه، تشویقشون میکنیم، اما بیان این سنتیه رو یاد بگیرن، چون این طرح و نقشه‌های سنتی هیچ وقت از مد نمیفته. از نظر خرید و فروش هم این اعتبارش توی بازار از اون بیشتره. خب حالا دست درد نکنه. ممنون آقای ابوالفضل خان، سپاسگزاریم ازت. حلالم کن، اگر یه مقدار دور و زود شد تو رو خدا حلال کن. ما مخلص شما هستیم، پول بیشتر هم بخوای بهت میدیم، نوکرت هم هستیم، دستت هم درد نکنه. با اجازهتون، خاله خداحافظ شما، زنده باشید شما. خدا نگهدار. فعال داره تو روستای فشک اجرا میشه؟ الان طرح فعالمون اصلاح شبکه آب هست. خب که تقریبا به طول 2 کیلومتر شبکه آب قدیمی داره تعویض میشه. الان داره پیمانکار داره انجام میده. یه مقدار البته کمر سنگ کار با کندی پیش میره. حالا ان شاءالله این شبکه لوله کشی قبلی که داشتن مال کی بوده؟ فکر می‌کنم 40-50 سال 40-50 سال پیش بوده. آهنی بوده دیگه. اولین شبکه‌ای که تو آب روستا اجرا شده اون بوده دیگه. توی این دوره ما تقریبا همین خیابونی که مشاهده میکنید 8 تا 9000 متر، حدود 8-9000 متر زیرسازی و آسفالت داشتیم. تقریبا تا به الان 1000 متر جدول گذاری انجام شده. یه اصلاح شبکه آب هم 2 سال قبل داشتیم، قبل از این که داره انجام میشه. قبل از این طرحی که در آینده خواهیم داشت تقریبا 9000 متر زیرسازی و آسفالت خواهیم داشت انشالله در آینده. درسته. پروژه‌ای که الان مناقصه گذاشتیم و احتمالاً توی ماه آینده پیمانکارش مشخص میشه، حدود 2 کیلومتر جدول گذاری جدید هست، محله بالای روستا انشالله انجام خواهد شد. بعد حفظ این بافت قدیمی تو طرح‌های شما هست یا نه؟ دقیقاً. ما محله بالامون که حالا با هم میریم مشاهده میکنیم کوچه‌های باریکی داره و خونه‌های پلکانی. اونجا رو انشالله در طرح داریم که سنگ فرشش کنیم و اون بافت قدیم رو حفظش بکنیم. دیگه تخریب عقب نشینی اینا انجام ندیم. درسته. همون بافت سنتی، اون بافت سنتی حفظ بشه. چقدر خوبه که نوع معماری روستا رو تو روستا حفظش کنیم. نیایم بناهای نمیدونم حالا با مهندسی و معماری جدید رو بیاریم تو روستا احداث کنیم، شکل و شمایل روستا رو به هم بریزیم. اما مردمان فشک، مردمان ترک زبان فشک و این مردمان دوست داشتنی خواسته هایی هم دارن که باید از زبان اعضای محترم شورای اسلامی بپرسیم. بگید ببینم مردم روستا چی میخوان و مسئولین چه باید برای این روستا انجام دهند؟ روستای ما از نظر
طرح‌هادی مشکل داره. چرا طرح‌هادی بازنگری نشده یا اینکه اجرا نشده؟ بازنگری شده، نقشه‌مون ایراد داره. درسته؟ خب مثلا یکی میاد برای ساخت و درست میکنه یه خونه‌ای، یه اولیه درست کرده تو کوچه مثلا 10 متری، دومیه میاد تو 6 متری داده. یعنی باید این بازنگری دوباره انجام بشود. خب دیگه من شنیدم که جوانای زیادی شما تو این روستا دارید که میتونن کارگاه احداث کنن. برای این جوانا کاری کردید یا نه؟ برای کفاشیمون همون تولیدی کفش بچگونه است که اصلا هیچ تحصیلاتی داده نشده. درسته؟ الان 10 تا 15 تا تولیدی اینجا هست، اما خب هیچ برای اینا هیچ کاری نشده. بعد بخش کشاورزیتون چی؟ کشاورزیتون سنتی قدیمی. سنتی قدیمی، یعنی شما هیچ آبیاری بارانی و این داستانا رو ندارید. بعد موتوراب دارید اصلا این روستا شما؟ داریم موتوراب، یه حدود 5-6 تا داریم که موتوراب قدیمی مثلا تنها مال یه نفره. یه جور نیست که مثلا بگی چنان چای داشته باشه که آب بده که بشه قطره کنه یا بشه ازش بیشتر استفاده یعنی کنه. میشه که اینو دوباره بهره برداریشو اگه اضافه کنی؟ اجازه بهشون بدن آره میشه. درسته. به شرطی که اجازه بهشون بدن، ولی به خاطر کمابی و خوشسالی اینا. چقدر زمین کشاورزی تو روستای فشک ما داریم؟ ما حدود 6000 هکتار ما زمین دمزار داریم. 1000 هکتار هم باغات و دشتمون که داریم. پس یه روستای بزرگیه فشک. بزرگه. از این ور برای همسایه‌مون تا زمینای هم مرز واشقانیم، از اون ور تا شترگه و کازماواد و از این ور تا تلخاب و تا این منطقه رو شما در واقع سیطره روستای فشکه. خب از نظر قنات‌ها چجوری موقع قنات کفاف این 1000 هکتار آبیاری کشاورزی رو میده یا نه؟ نه، قنات ما که متاسفانه خیلی وقت راهروی نشده. درخواستم به جهاد داده شده، ولی خب جهاد میگه ما اعتباری در این مورد فعلا نداریم. فعلا این آبی که ما میخوایم نذاریم. ما قنات بالا داریم، سرچشمش قشنگ دور و بر چیز حدود شاید 6 اینچ شاید هم بیشتر آب بده، ولی برای پایین که میرسه هیچ فایده نداره. درسته، یعنی باید دوباره لایروبی بشه که هیچ الان لایروبی نشده واقعا. قدیم انجامش میدادم ولی خب الان نه. هیچ تحصیلاتی بابتش پرداخت نشد. خب اجازه بدید من از عزیزان دلم در جهاد کشاورزی درخواست کنم با توجه به اینکه قنات یک منبع آبی خدادادی در واقع و حیفه اینا رو اگه ما فراموششون کنیم بخوایم حالا حفر چا داشته باشیم، سفره آب زیرزمینی رو مثلا حالا آبشو بیاریم، ولی اون با توجه به اینکه حالا یک سری سلسله چاهایی هستن که آبو میرسونه سر کشاورزی و از دیرباز هم استفاده میشده، نیاز به پمپ آب نداره، نیاز به لوله کشی نداره، ولی این لایروبیه رو خواهشاً هزینه‌شو پرداخت کنیم که روستای فشک ان شاءالله بتونن از این قنات‌ها استفاده کنن. خیلی ممنونم از شما، سپاسگزارم و امیدوارم که یه روزی بیایم. البته قبلا ما به این روستا سفر کردیم، به این عمران بسیار زیاد و آبادانی خوب ندیده بودیمش، اما الان الحمدلله اتفاقای خوبی افتاده. امید است که بهتر از اینم بشود. بریم آقا برسیم به شب نشینی خوشگل و زیبامون که همه منتظرن. بفرمایید. شب نشینی قشنگ و دیدنی تو روستای فشک و برنامه اینجا آبادی. جای شما هم خالیه. این سفره رنگین و انواع و اقسام شبچره‌هایی که آماده شده و این صفا و صمیمیتی که مردمان با صفای روستای فشک دارن و قراره در مورد آیین و رسم‌های این روستا بیشتر صحبت کنیم. اون جلکی که مادر اونجا مشغول ریسیدنشه، اون چه پشمیه داری باش میریسی؟ پشم چیه؟ گوسفنده یا پشم شتره؟ گوسفند. پس چرا مشکی؟ قدیم موقع میگفتن پشم مشکی نمیریسن که. مشکی از قاله خوبه. برای قالی؟ بله. دیگه چی؟ بافتنی های دیگه؟ بافتن همه چی داره. همه چی داریم که اون این طرف هم این طرف تصویر ما هم اگر ببینید خواهرمون داره با دست بافته های هنرمندانه خودش در واقع هنرهای سنتی مردمان روستای فشک رو به تصویر میکشه. این شبهای بلند زمستان و سرگرمی مردمان روستا و این شب نشینی هایی که دور هم جمع میشدن، گل میگفتن و گل میشنفتن.
آقا الان شما مثلا امشب دعوت شدی اینجا خونه ما، چجوری دعوت شدید؟ یا اینکه مثلا سرزده می اومدن؟ آقا صمدیان اینا میاد، خب شما هم تشریف بیارید. نه قدیم هم اینجوری بود یا اینکه نه؟ قدیم هم اینجوری بود، دعوت میکردم میومد. مثلا بچه‌هاشون میومدن دعوتشون میکردن، خودشون دعوت میکردن؟ بچه‌هاشون میفرستادن، میگه بابا میگفت شب بیای خونه ما. برای شام خوردن یا اینکه شب نشینی فقط؟ شام خوردن. شب نشینی خودمون میرفتیم. شب نشینی چجوری میرفتید؟ الان مثلا زمستان یه برف زیادی هم اومده بود. یه دونه چراغ دستی برمی داشتیم، روشن می‌کردیم، یک چوبم به این دستمون میگرفتیم. چراغ دستی یه دستمون چوبم میرفتیم. و قبلا خبر میدادید یا اینکه نه همینجور سرزده مثلا میرفتیم امشب خونه حسن آقا مثلا؟ میرفتیم. همینجور سرزده میرفتیم. یالا یالا الله بفرمایید. بفرما. در خونه باز و هیچ نیازی نبود که از پیش برنامه ریزی بشود، نمیدونم. البته اون چیزی که داشتن از مهمان خودشون پذیرایی میکردن و دور همین کرسی ها می نشستن در مورد آینده زراعتشون، دامداریشون، کشاورزیشون یا بچه هاشون. الان نگاه کنین جوانایی که اینجا اومدن انشاءالله در آینده پای همین کرسی ها براشون دختر انتخاب میکنن، انشالله خواستگاری میریم و مراسم عروسی رو هم برپا میکنیم انشالله. حالا به افتخار خودتون و انشالله که این آرزوی ما برآورده بشود، به همین زودی یه مراسم عروسی خوب تو روستای فشک داشته باشیم. یک کف مرتب استادی که کنار دست من نشسته از عاشق‌های به نام شهرستان فراهان و روستای فشک و اطرافه، اکثریت هم میشناسنش که قرار انشالله برای ما روستای ایگران یکی از روستای هم جوار روستای فشکه و قرار برای ما از اون آهنگ‌ها و نواهای قدیمی بنوازد و بخواند. اما قبلش من میخوام از مادرم درخواست کنم از اون ترانه‌های قدیمی یا اون غزل‌های قدیمی، نقیل‌ها قول خودتون، یه تیکه‌ای رو اجرا کردی، اونو برای من اجرا کن، خیلی قشنگ بود. مال کرم بود خوندی، همونو بخون ببینم یه ذره. ماشاءالله شما اول بخون تا بعد در خدمت استاد باشیم. تو گویدایم عرب bilmez, kör olup gözlerim görmez. Xoratsam da qızıl gelmez, tutalımdan ay qurtal məni. Tutalımdan qurtal məni. Mənim ağam şahı mərdan, dolanam başına hərdən. Mən qorxaram ay loğman ondan, sana geçtim qardaşlarım. Ey maşallah. Mənim ağam şahı mərdan, dolanam başına hərdən. Mən qorxuram loğman ondan, sizə geçdim qardaşlarım. ای ماشاءالله صبر. چقدر قشنگ. همونطوری که داشت اون پشم‌ها رو میریسید برای ما این شعرها رو میخونه و دمشون گرم اون عاشق‌های باصفایی که کوچه به کوچه، کوی به کوی، روستا به روستا میرفتن و نقل‌های به این زیبایی و حماسه های ماندگار سرزمین ایران رو میخواندند و مینواختند تا در خاطر مردمان ماندگارتر شود. و اما عمو جان نوبتی هم باشه، نوبتی شماه یا علی مدد. برو ببینیم چی برامون مینوازی. به افتخارش یک کف مرتب بزنید.
عقب نکنه. باریکلا. این قصه این که الان خوندی برامون اجرا کردیم چی بود؟ این همو بشپشی شاد بود. میگن 5 تا 5 تا. شاد بود. این 5 5ها معمولا در مناطق مختلف به همین شیوه اجرا میشد و بیشتر در دستگاه‌های شاد یا حالا اون که بیشتر شادی آفرین بوده اجرا میشده. هر منطقه هم این بشپش ها رو مخصوص خودشون داشتن که تو منطقه فراهان یه نمونهشو استاد اجرا کردن با نواختن این ساز چگور و اون صدای قشنگشون برای مردمان میخوندن و چه شبهای دراز زمستانی رو که سرگرم بودن و با این موسیقی محلی و مقامی شبی خوش برای خودشون میساختن. امیدواریم که ما هم تونسته باشیم با برنامه اینجا آبادی این خوشی و شادمانی رو به شما منتقل کرده باشیم و همیشه عمرتون شاد باشید. با این مردمان خوب و مهمان نواز روستای فشک همتون رو به خدا میسپارم و میگم خدا یار و نگهدار شما. خدا حافظ. دست مال برای خداحافظی. خدا نگهدار. خدا حافظ.